من این داستان رو تعریف میکنم چون هنوز هیچ توضیح منطقی براش ندارم. همه چیز از وقتی شروع شد که تنها شدم. بعد از فوت مادرم، خونه قدیمیمون توی حاشیه شهر قم فقط به اسم من موند. خونه یک طبقه حیاط‌دار، دیوارهای ترک خورده و یک انباری که همیشه قفل بود. شب اول فقط سکوت بود. شب دوم باد. شب سوم صدا تق 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 از سمت انباری می اومد. فکر کردم موشه یا لوله ها، اما صدا ریتم داشت، انگار کسی با ناخن به دیوار میزد. شب چهارم صدا واضح تر شد و این بار اسم منو صدا علی. زد. نه با صدا، با نجوا. علی. قسم میخورم تلویزیون خاموش بود، گوشی توی دستم نبود و حیاط خالی بود. صبحش رفتم سراغ انباری. قفلش زنگ زده بود، کلید سالها استفاده نشده. در که باز شد، بوی رطوبت و خاک زد توی صورتم. هیچ چیز خاصی نبود، فقط یک آینه قدیمی تکیه داده به دیوار. آینه‌ای که مطمئن بودم مال خونه ما نبوده. شب همون روز صدا برگشت، اما این بار از داخل اتاق خودم، نه از انباری. من تکون نمیخوردم، حتی رو کشیده بودم روی سرم. با صدا گفت تو درو باز کردی. صبح آینه انباری منتقل شده بود جلوی در اتاق خوابم. من تنها زندگی میکردم. آخرین شب تصمیم گرفتم فیلم بگیرم. گوشی رو روشن کردم، دوربین رو گذاشتم روی آینه. با پرسیدم تو کی هستی؟ توی ویدئو من دیده میشم که، اما صدای من نیست. صدا گفت تو خونه منی. من فرداش از اون خونه رفتم، آینه رو جا گذاشتم، اما ویدئو هنوز توی گوشیمه و هر بار که پلی میکنم صدا یک کلمه جلوتر میاد.